با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و دستگیری وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 116 نفر والدان سربازان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت به دیداربینی فرزندانشان به قسم‌های نظامی جنوب کشور از جمله شهر دوشنبه، منطقه رشت، ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر بر کرده شدند. از طرف کمیسریات حربی ولایت برای در سطح بلند گذاشتن دیداربینی تدبیرهای ضروری اندیشیده شده گروه کاری را معاون کمیسر حربی ولایت سوغد اوید به کارهای سیاسی تربیوی مضبوط محمدزاده راهبلدی نمود. والدان را در قسم‌های نظامی سربازان و افسران با تنتنه استقبال نمودند. روز ما خرسند شدیم که پدر و مادران از ولایت سوغد برای دیداربینی پسرانشان به قسم حربی 02-011 وارد شدند و ما در یک سطح بلند آنها را قبول کردیم و با فرزندانشان واخوری کردند و آنها هم خرسند شدند. شرایط در قسم نظامی 02-011 به نهایت در سطح عالی است، سطح خوب است. ما از میnnتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین شرایط ها را برای خدمتچیان حربی بخصوص به افسران یعنی که سربازان قسم‌های حربی مهیا کردند. کوشش میکنیم که سربازان را خوب تعلیم داده و بسیار کسب‌ها را بیاموزند و از خود کنند و به سر بلند خدمت را ادا نموده به نزد پدر و مادر خویش برگردند. بعد واخوری با فرزندان، پدر و مادران از شرایط قسم نظامی دیداربینی نموده با شرایط خدمت فرزندان خود از نزدیک آشنایی پیدا کردند. مورد به ذکر است که امروز برای سربازان و افسران در قسم‌های نظامی حدود کشور تمام شرایط‌های معاصر بود و باش مهیا گردیده است و آنها در اینجا به تمرین بدن، نمودهای گوناگون ورزش، علم آموزی و آموختن یراق و اسلحه‌ها مشغول می‌باشند. در قسم‌های نظامی در زمان صاحب استقلالی کشور به جلب سربازان و افسران به ورزش توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. در قسم نظامی 02-011 قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای جلب سربازان و افسران به ورزش تالار زمانوی ورزشی با تمام لوازمات ضروری مورد استفاده بری قرار داده شده است که در اینجا سربازان و افسران همه روزه در نمودهای گوناگون ورزش مشق و تمرین می‌نمایند. افسران و سربازان این قسم نظامی با استفاده از این شرایط مساعد همه روزه مشق و تمرین نموده در مسابقه‌های ناحیوی و ولایتی اشتراک می‌نمایند. نتیجه همین مشق و تمرین‌ها است که ورزشکاران این قسم نظامی بارها در مسابقه‌ها به دستاوردهای ارزنده مشرف گردیدند. طول 10 ماه میشه که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت دارم. من در مسابقه‌های گشتین اشتراک میکنم. بین خدمتچیان حربی جایهای نمایان را اشغال کردم. آینده من میخواهم که بعد خدمتم همین ورزش را دوام دهم. ورزش برای ما سربازها به حد اهمیت کلان دارد. ما اگر به ورزش دائم مشغول شیم، دائم ما سلامت و جسور و ناترس به پایان میرسیم. من در آینده کوشش میکنم که در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک کرده جای نمایان را اشغال نمایم. خدمت حربی با ورزش علاقمندی زیاد دارد. وقتی که سربازان و افسران منتظم به ورزش مشغول میشوند، آنها خود را صحتمند و بردم احساس نموده دلیر و جسور میشوند و در ادای وظیفه های خدمتی با مشکلی ها روبرو نمیگردند. در قسم حربی ما تالار زمانوی با تمام لوازمات ورزشی مجهز گردانده شده است. سربازان ما در وقت‌های خولگی با ورزش مشغول هستند. گشتین، بوکس، جنگ تن به تن، تنیس، هر روزه سحر بگه با ورزش مشغولند. وقتی که سربازان با ورزش مشغول میشوند، ناترس میشوند، جسور میشوند، در اجرای وظیفه‌های جنگی خود را خوب نشان میدهند. کشوری محبوب ما با جوانانی با آر و ناموس و دلیر و شجاعش بیش از پیش آبادتر و شکوفانتر می‌گردد. مورد به ذکر است که صف جوانان اختیاراً به قوه‌های مسلح همراه شونده سال از سال زیاد می‌گردد و این نشانه بلند گردیدن حس وطن‌دوستی و افتخار ملی نسل جوان میباشد. جوانان ما در صف‌های ارتش ملی سربلندانه خدمت مادر وطن را اجرا کرده با متانت و شجاعت خود ثابت می‌نمایند که حفظ مرز و بوم اجدادی قرض فرزندی آنهاست. بینندگان عزیز، ما به قسم حربی 02-011 تشریف آوردیم همراه پدر و مادران و در این قسم نظامی بالطیف اسدبک از شهر استقلال طول 1 سال و 8 ماه است که خدمت میکند و امروز پدر و مادر اسدبک به دیداربینی او آمدند و ما از اسدبک میخواستیم فهمیم که شرایط خدمت در قسم نظامی چه خیلی است. شرایط سازه، همه چی خوبه. خب پدر و مادر اومدن خرسند شده؟ بله، البته.
خرسند شدم. پس یک سال شد حال دیدن اسم پدر مادرم خرسندم. شرایط خدمت خیلی است. با چه کارو مشغول میشوید اینجا؟ در اینجا خوش ترتیب روز دارن. سحر میخوازیم ورزش پگاه خوزی. خوراکشم سازه. همه سازه. امسال البته اوقات سازه همه چیز. از دیدار بینی فرزند خرسند شده؟ البته شرایط خیلی در قسم نظامی. ناقص رحمت همش ناقص بوده است. من دیده بروندیم همش ناقص همشون رحمت همشون. پدر اسدبگ نیز از شهر استقلال به اینجا اومدند. شما از قسم نظامی بازدید کردید. شرایط در قسم نظامی چه است؟ شرایط در آمده یک دیدیم همه جای یگان کمبودی نیست. از دیدار بینی فرزند خرسند شده؟ البته رحمت همین تشکیل کردیتون به رحمت همه بر. چند قدر باز فرزندتون آمده بوده؟ یک سال شد. یک سال بعد. شما بعد خدمت چی نقشه ها دارید؟ بعد خدمت نقشه دارم که یک اونجا کار دارم برای خدمت کنم. خب همین خدمت به شما چی داد؟ چه آموخته در خدمت؟ در خدمت یکمش که البته قدر پدر مادر. اینجا ما بسیار دلیل شدیم، تحصیل آموختیم، وطن دوستی را آموختیم. اگه که خدمت است بمردن بعد ادای خدمت باید دارم که با مشکلی ها برو نمیشه. زیرا اینجا مکتبی مردانگی است. جوانو با چی تمنا دارید؟ اونهایی که نه مکتب میونه ختم میکنن چی گفتنی هستید برای؟ بعد ختم مکتب بیان خدمت کنم برای مادر وطن. هر یک جوان مرد این قرض است. سلامت باشید. با یک سری بلند با شجاعت و دلیری مرز و بومی کشورمون رو مدافع میکنید و پدر و مادر شما با افتخار شما رو استقبال میگیرند و آینده باز برای خلق و وطن خدمت را ادامه میدهید و برای پدر و مادر خدمت شایسته میکنید. منتداری خود را مینمایم که ما همجا سفر بر کردن ما آمده فرزنده دیدیم. رحمت هم آشان بر. بسیار خرسندیم ما. رحمت. و شما نیز برای موفقیت تمنا داریم و امروز باوری داریم که یکی از روزهای فراموش نشدنی است برای شما، زیرا پس از یک سال به دیدار فرزندتان رسیدید و تو بگاه وقت دارید با فرزند صحبت میکنید. حکومت مملکت جهتی باز هم رشد دادن و فراهم ساختن شرایط سازگار برای سربازان و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک میاندیشد. امروز مردم ما نفس آسوده میکشند و با اعتماد کامل، دلهای پر از امید، آرزوهای نجیب به سوی فردای درخشان ثابت قدمانه راه میپیمایند. والدان سربازان از این اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بالیدرو شده به حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان نمودند و به سربازان در ادامه خدمت برای موفقیت ها تمنا کردند. ما رفتیم دیدیم بچه همون ناز رنگ روشان ناز جو شرایطش ناز منتداری خودمون جناب عالی به میرسانیم که همه شرایطی کرده دادیم. و بیننده های عزیز، همصحبت دیگری من اسلام ماموروف از شهر استرشن در همین قسم نظامی 9 ماه است خدمت میکند و امروز مادرش به دیدار بینیش اومدن. میخواستیم کمی درباره خدمت با بیننده ها نقل میکرده. شرایط خدمت خیلی است؟ شرایط خدمت خوب است. خوراک همه چیز 100% برای وطن خدمت کردیم. خب امروز مادر به دیدار بینی اومدن خرسند شده؟ بله. چقدر شد مادر و پدر اومده بودید؟ 9 ماه شد. دیدار بینی میان گفتن از طرفمون مادرم دیدار بینی اومدن خیلی خرسند شدم. من بچه هم دیدنی با آمدیم همینجا که تشکیل کرده باشه همه به رحمت کلان. من شادم خرسندم. من بچه ما دیدم همش ناز چاسو همین خوراک همشون ناز بوده است. من رستیم خرسند شدم. البته سال توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای سربازان خیلی زیاد شده ایستاده است. من چنانه که شما خود شاهد گردیدید تمام شرایط ها در قسم نظامی مهیا گردیده است. با اسلام جان ماموروف در خدمت من بعد برای موفقیت تمنا داریم و باوری داریم که با سری بلند برای خلق و وطن خدمت میکنند و بعد خدمت اویله‌دار میشود، کسب میآموزد و باز زندگی را ادامه میدهد. و البته ما باور داریم که آن نفرانی که در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت میکنند
دلیر و نوترس و شجاع به وای میرسند و برای خلق و وطن خود صادقانه خدمت میکنند و به شما آفرین میگویم که شما با سر بلند امروز خدمت میکنید و مادرتان دادر و خواهرتان آسوده کار و فعالیت و زندگی میکنند و ما نیز از تمام سربازان افتخار داریم برای که آنها جسورانه مرز و بوم وطنمان را مدافع میکنند. باشد که به همه آرزوهای خود رسید و خدمت را با سر بلند به انجام رسانیده باز به سر بلند به پیش پدر و مادر برگردید. عین زمان ارتش ملی جمهوری تاجیکستان همچون نیروی آب و تاب یافته جنگ دیده با شجاعت و وطندوست و یکی از مقدسات ملی رکن مهم دولتداری ملی دانسته می شود. امروزها محض با شرافت کوشش و زحمت‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان، ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در حال رشد و ترقیات قرار داشته خیلی پرقوت و مجهز گردیده است. حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند می باشد. با مقصد به جا آوردن خدمت حربی جوانان کشور، صلح و آسایش، امنیت، دولت و جامعه، زندگی مردم و صاحب استقلالیتمان را تامین نموده وظیفه شهروندی و قرض فرزندیشان را در نزد وطن مادر به جا می‌آورند. 4 ماه است که در خدمت حربی قرار دارم. بعد ختم دانشگاه اسلامی به اینجا دعوت شدم. همه شرط و شرایط‌ها در اینجا خیلی خوب است و در دوام 4 ماه من بسیار چیزها را از خود کردم. طرز درست استفاده بردن یراق و همه نمودی ورزش ها رو با ورزش مشغول هستیم. بعد با انجام رساندن خدمت من آرزو دارم در وزارت کارهای خارجی کار و فعالیت کنم. مسلم است که خدمت در صف قوه‌های مسلح و حفظ وطن برای هر یک جوان مکتبی بزرگ حیات، جسارت و مردانگی و دلیری و شجاعت به حساب می رود. امروز اکثر جوانان کشور ما به خدمت حربی به طور اختیاری با درک مسئولیت فرزندی و وطن دوستی بهر اجرای وظیفه‌های کنستیتوسیونی و جوانمردی حاضر می‌شوند. بهترین شرایط‌ها برای ما مهیا شده است. ما مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما یک مکتب مردانگی را گذاشته ایستاده‌ایم و با دیگر جوان‌ها تکلیف می‌سازم که آمده به مثل ما مردانوار خدمت مادر وطن را پیش برند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حل مسئله‌های مستحکم نمودن اقتدار مدافعی کشور دقت مخصوص ظاهر نموده آن را از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح تحت نظارت پیوسته خود قرار دادند، زیرا هیچ یک دولت و خلقیت بدون قوه‌های مسلح وجود داشته نمی‌تواند. البته این قوه تأمین کننده امنیت کشور بوده، آرامی و آسایشتگی مردم و ثبات هر یک دولت است. بیننده‌های عزیز، همصحبت دیگری ما یک سرباز شجاع سناجان آرتیکوف از ناحیه اشت در این قسم نظامی خدمت میکنند. امروز با دیدار بینی سناجان پدر و مادرشون اومدن و سناجان بسیار خرسند شد. بله خرسند شدم. من 10 ماشین پدر مادر نادیده بودم، اینا اومد خیلی خرسند شدم. بعد دم دیدم آدم خرسند میشه. اینا ما 10 ماه باز اولیم خدمت دیم نصیب کردگی باشه با یک سال دیگه مونده. شرایط خدمت خیلی خوبه، همش 100%. شما چه کارو مشغول میشوید؟ من خدمت به چی‌های آموخته؟ خدمت در همه چیزا آموختیم. مثلا کلان سالان خدمت کردم، با رسیدن به قدر پدر مادر هم با همه چیز کردیم. همه چیز را آموختیم. در اینجا با مشق‌های ورزشی هم مشغول میشوید؟ بله مشغول میشویم. ورزش چه اهمیت دارد با سربازان؟ ورزش که اهمیت کلان داره. سلامتی مفهوم میشود. بله سربازا باید مشق کنن، جسور باشن، نوترس باشن، به وطن خود صادقانه خدمت کنن. خب شما چی نقشه ها دارید بعد خدمت؟ چی نیت دارید؟ بعد خدمت و پیش پدر و مادر میریم، خدمت به سر بلند بود میکنیم. شما در یگان دانشگاه خواندگی هستید؟ من نیت دارم ان شاء الله خدمت بود کنم، نیت دارم به یگان دانشگاه داخل میشم میداریم. کدام کسب و هنر را نقش میبینید شما؟ من بسیار آینده چی شدن میخواهید؟ آینده اینفورماتیک را دوست می‌دارم بسیارتر. اینفورماتیک خاطر کار میکنم. پدر و مادر سناجان نیز از این دیداربینی بسیار خرسند هستند و میخواستم شما یک تاثیرات خودتون از دیداربینی. خب فرزندتون دیدید خرسند شده؟ ها خرسند. شرایط قسم نظامی چقدر بوده است؟ شرایط نقص
شرایط ها از همش دیدیم، پسرم دیدم، من خرسندم. دوستان 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 جان جهان هم نوای دوستان زندگی آبی روان بحری ما ای دوستان هر نفس خوشبختی با شما ای دوستان دل دنیا دل ما هم نوای دوستان 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 جان جهان هم نوای دوستان زندگی آبی روان بحری ما ای دوستان هر نفس خوشبختی با شما ای دوستان دل دنیا دل ماست به خدا ای دوستان. بعد دیداربینی والدان سربازان با دل شاد و روحیه بالیده به خانه های خیش برگشتند.